به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب افسانه های قدرت، نویسنده کارلوس کاستاندا و مترجم خانم مهران کندری یا کندری و آقای مسعود کاظمی هستند. این کتاب در حوزه متافیزیک و عرفان هستش. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشین و خوشتون بیاد و تا انتهای وقت با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. در ابتدای کتاب شعری زیبا نوشته است: پرنده تنها. پرنده 5 خصلت داشت. نخستین اوج در پرواز، سپس پرواز بی همراه، 3 دیگر به منقارش هدف گیرد فراز کهکشانها را، 4 رنگ بیرنگی و در پایان نوایش همچنان نجوا. فهرست مطالب این کتاب بسیار زیبا هستش. در 3 قسمت. فهرست اول مشاهده اعمال قدرت هستش، ملاقاتی با معرفت، رویابین و رویا، راز موجودات فروزان. قسمت دوم تونال و ناوال هستش، بایستی باور کرد، جزیره تونال، روز تونال، جمع و کوچک کردن تونال، در زمان ناوال، نجوای ناوال و بالهای ادراک. و قسمت سوم توضیح ساحران هستش، 3 شاهد ناوال، تدبیر 1 ساحر، حباب ادراک و مطلوب 2 سالک هستش. یادداشت کوتاهی در ابتدای این کتاب هست که برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. کارلوس کاستاندا فارغ التحصیل رشته مردم شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس به هنگام جمع‌آوری اطلاعاتی درباره گیاهان طبی گوناگون که توسط سرخپوستان سونورای مکزیک مصرف میشد با سرخپوست پیری به نام دونخان ماتیوس آشنا می شود. به دنبال کتاب‌های آموزش‌های دونخان، واقعیت‌های جداگانه و سفر به ایختلان، در این کتاب دونخان کاستاندا را با دنیای ساحران آشنا می‌سازد. او در این کتاب شاگرد خود را رفته رفته از قید منطق آزاد کرده، شیوه رفتار 1 سالک مبارز را به او می‌آموزد. افسانه‌های قدرت از کتاب‌های قبلی کاستاندا فراتر می‌رود. نویسنده با زبردستی و مهارت بسیار شخصیت‌ها و مکان‌هایی را که تجربیات ساحری با آنها و در آنها اتفاق می‌افتد ترسیم می‌نمایند. از سوی دیگر نکات مبهم پس از تحلیل‌های استاد روشن می‌شود. نکاتی که باعث باز شدن بالهای ادراک کاستاندا و گذر به وادی‌های ناشناخته وصف ناپذیر می‌گردد. زیرا اعمال شگفت‌انگیز ساحران با وجود روشنی و وضوح خود برای خواننده افسانه‌ای بیش نیست، افسانه قدرتی شگفت‌انگیز. این کتاب در مهر ماه 1362 چاپ شده، ولی فکر می‌کنم که در همین اواخر هستش که وارد بازار شده به صورت سانسور شده و میتونین کتاب‌های بدون سانسورش رو اگر از زمانهای قدیم جایی رو در اختیار دارین تهیه کنید. اما از همین نویسنده کتاب‌های زیادی هستش که پیشنهاد بهتون میکنم که بخونین، خیلی زیباست. 1 تعلیمات دونخان هستش، 2 حقیقت دیگر، 3 سفر به دیگر سو، 4 افسانه‌های قدرت، 5 دومین حلقه قدرت، 6 هدیه عقاب و 7 آتش درون. اگر فرصت بده این وایس هایی که براتون ضبط میکنم حتما از کتاب های دیگر کاستاندا هم برای شما خواهم خوند. قسمت اول مشاهده اعمال قدرت، ملاقاتی با معرفت. پاییز سال 1971 بود. ماها می‌گذشت و دونخان را ندیده بودم.
برای دیدنش سفر 6-7 روزه ای را تدارک دیدم و به راه افتادم. یقین داشتم که او با دون قطارو در مکزیک مرکزی به سر میبرد، ولی با وجود این در دومین روز مسافرتم بی اختیار توقف کوتاهی در سونورا اقامتگاه دونخان کردم. پس از پارک اتومبیل مسافت کوتاه تا خانه‌اش را پیاده رفتم و در نهایت تعجب او را در آنجا دیدم. گفتم دونخان، اصلا انتظار دیدنت را در اینجا نداشتم. خندید. تعجب من او را به خنده انداخت. روی یک جعبه شیر خالی جلوی در خانه‌اش نشسته بود. گویی منتظر من بوده است. به آرامی سلامم کرد. کلاهش را برداشت و با حرکتی مضحک آن را تکان داد. سپس دوباره کلاه را روی سرش گذاشت و سلام نظامی داد. در حالی که روی جعبه لم داده بود، طوری به دیوار تکیه داشت که گویی روی زین اسب نشسته است. با لحنی مسرت‌بار گفت: بنشین، خوشحالم که تو را دوباره می‌بینم. چیزی نمانده بود که بی جهت تا مکزیک مرکزی بروم و دوباره همان راه را طی کرده به لس آنجلس برگردم. حالا که تو را اینجا پیدا کردم، لااقل از چند روز رانندگی بیهوده نجات یافتم. با صدای اسرارآمیز گفت: آخرش یک طوری مرا پیدا می کردی. ولی بیا قبول کنیم که 6 روز به من بدهکاری. همان روزهایی که می بایست کارهای مهمتری انجام می دادی به جای اینکه برای پیدا کردنم رانندگی کنی. لبخندش جذاب و صمیمیتش دلفریب بود. پرسید: دفتر و دستکت کجاست؟ گفتم که آنها را در اتومبیل گذاشتم. معتقد بود بدون آنها طبیعی نیستم. بعد مرا واداشت تا بروم و وسایل کارم را بیاورم. در بازگشت به او گفتم کتابی را که می نوشتم تمام کردم. چنان نگاهی عجیب و طولانی به من کرد که آشوبی در دلم به پا شد. انگار چیز نرمی را به شکمم فشار می دادم. فکر کردم دارم بیمار می شدم. در این هنگام ناگهان سرش را برگردان و من نیز حال طبیعیم را باز یافتم. میخواستم درباره کتابم صحبت کنم، ولی در چهرهش خواندم که حال و حوصله شنیدن این مطلب را ندارد. لبخندی زد. حالتش دلپذیر بود. مرا وادار کرد تا درباره مردم و جریانهای عادی حرف بزنم. عاقبت توانستم صحبت را به مسائل مورد علاقه‌ام بکشانم. در ابتدا یادآور شدم که یادداشت‌های سابقم را مرور کرده و متوجه شدم که او از آغاز دوستیمان برای من شرح کاملی از دنیای ساحران را داده است و حالا با توجه به نکته‌هایی که او در آن دوران به من گفته بود، پرسش‌هایی درباره گیاهان توهمزا برایم مطرح شده است. می‌خواستم بدانم نقش این گیاهان چیست. بدین منظور پرسیدم: چرا وادارم کردی چند بار از این گیاهان مصرف کنم؟ خندید و آهسته زمزمه کرد: برای اینکه تو احمقی. کاملا شنیدم چه گفت، ولی برای اطمینان بیشتر خودم را به نفهمی زدم و پرسیدم: چه گفتی؟ خیلی هم خوب میدانی چه گفتم. بلند شد و در حالی که از کنارم رد میشد دستی به سرم زد و گفت: راستی که خیلی کندذهنی. برای همین هم هیچ راه دیگری برای تکان دادنت وجود نداشت. اصلا همه این کارها لازم بود؟ در مورد تو بله، ولی آدم‌های دیگری هم هستند که به این چیزها احتیاجی ندارند. کنار من ایستاد و نگاهش را روی بوته‌های سمت چپ خانه‌اش دوخت. بعد نشست و راجع به مرید دیگرش الیگیو صحبت کرد. گفت از زمانی که او مریدش شده تنها یک بار از این گیاهان توهمزا مصرف کرده و احتمالاً از من هم پیشرفت بیشتری داشته است. احساساتی بودن برای بعضی از آدم‌ها حالت و وضعیتی طبیعی است. تو احساساتی نیستی، من هم نیستم، ولی در تحلیل نهایی این مسئله چندان اهمیتی ندارد. پس چه چیز اهمیت دارد؟ گویی دنبال جواب مناسبی میگشت. آخر گفت: اینکه یک سالک و مبارزه کامل باشد. ولی این فقط حرف است.
یا در واقع راهی برای کش دادن مطلب. تو تا به حال پاره ای از وظایف ساحری را انجام داده ای و من فکر می کنم وقت آن رسیده باشد که انگیزه اولیه آنان را بدانیم. باید بگویم آنچه مهم است این است که یک سالک و مبارز بی خویشتن خویش یا تمامیت نفس خود حاکم گردد. دورخان منظور از خویشتن خویش چیست؟ من فقط میخواستم اشاره به این موضوع کنم. پیش از آنکه درباره خویشتن خویش حرف بزنم بهتر است که تو به بلا تکلیفی های زیادی که هنوز در زندگیت وجود دارد سر و سامانی دهی. صحبت را تمام کرد. با دستش اشاره کرد که حرف نزنم. ظاهراً کسی یا چیزی در نزدیکی ما بود. در حالی که نگاهش را به بوته‌های سمت چپ آن سوی خانه‌اش دوخته بود، سرش را مثل اینکه استراق سم می‌کند به طرف چپ خم کرد. من تنها سفیدی چشمانش را می‌دیدم. چند لحظه با دقت گوش کرد، بعد بلند شد، به طرفم آمد و نجوا کنان گفت: بهتر است بیرون برویم و گشتی بزنیم. من هم نجوا کنان پرسیدم: اتفاقی افتاده است؟ گفت: نه، چیزی نیست. همه چیز رو به راه است. مرا به طرف صحرا برد. نیم ساعتی به آهستگی قدم زدیم تا به محوطه کوچک دایره شکلی که خالی از هر گونه رستنی بود رسیدیم. این محوطه تقریباً 4 متر قطر داشت. خاک قرمز آن سطحی محکم و هموار به وجود آورده بود و اثری از اینکه زمین با ماشینی صاف و مرتب شده باشد دیده نمی‌شد. دونخان وسط زمین به طرف جنوب شرقی نشست. بعد به سطحی که 2 متر با او فاصله داشت اشاره کرد و از من خواست آنجا روبرویش بشینم. اینجا چی می‌کنیم؟ امشب در اینجا قرار ملاقاتی داریم. با نگاهی سریع ضمن اینکه در جایش میچرخید اطراف را پیانداز کرد. سرانجام به جای اولش برگشت. حرکاتش مضطربم میکرد. پرسیدم با چه کسی قرار ملاقات داریم؟ با معرفت. فرض کنیم که معرفت در این اطراف میپلکد. فرصت نداد تا به این جواب معماگونه فکر کنم. به تندی موضوع را عوض کرد و با لحنی مهربان خواست کاملا راحت و آرام باشم و یادداشت‌هایم را بنویسم و حرف بزنم. درست مثل این که در خانه‌اش کنار او هستم. چیزی که در این لحظه بیش از همه فکرم را مشغول کرده بود احساس زنده‌ای بود که من 6 ماه قبل هنگام صحبت با یک گرگ داشتم. آن پیش آمد برایم این معنی را داشت که برای اولین بار قادر شدم از طریق حواس خود و کاملا آگاهانه وصف ساحران را از جهانی که در آن ارتباط و گفتگو با جانوران امری عادی است درک و تجسم کنم. به محض شنیدن پرسشم گفت: ما نمی‌خواهیم که خود را درگیر تجربه‌های آنچنانی کنیم. من به تو توصیه می‌کنم که در توجه به رویدادهای گذشته زیاده روی نکنیم. البته استناد به آنها اشکالی ندارد، ولی فقط با کنایه و اشاره. دونخان: چرا باید اینطور باشد؟ برای اینکه هنوز به اندازه کافی قدرت شخصی نداری تا به تغییر و تفسیر ساحران دست یابی. بنابراین ساحران هم برای خود تعبیر و تفسیری دارند. البته که دارند. ساحران هم انسان هستند. ما مخلوقاتی متفکر هستیم و در طلب روشنگری ها. من همیشه فکر می کردم بزرگترین نقطه ضعفم این است که به دنبال تعبیر و تفسیر هستم. نه، نقطه ضعف تو این است که به دنبال تعبیر و تفسیر آسان می گردی. تعبیر و تفسیری در خور خواسته های خود تو و دنیای تو. ولی اعتراض من به منطقی بودن تو است. یک ساحر همه چیز را مطابق با دنیای خودش توصیف می کند. با این تفاوت که چون تو خشک و کله شق نیستی. من چطور می توانم به تعبیر ساحران برسم؟ با اندوختن اقتدار شخصی. اقتدار شخصی به راحتی می تواند تو را به راه تعبیر ساحران بکشاند. اما این تعبیر و تفسیر آن چیزی نیست که تو اسمش را تعبیر و تفسیر می گذاری.
با وجود این اگر همین تعبیر و تفسیر هم نتواند دنیا و پیچیدگی‌هایش را برایت روشن سازد، حداقل از هیبت و وحشتش می‌کاهد و این خود جوهر و ذات تعبیر است. ولی این هم آن چیزی نیست که تو به دنبالش می‌گردی. تو تنها به دنبال بازتاب افکار خودت هستی. دیگر حوصله سوال کردن نداشتم، ولی لبخندش مرا به ادامه مصاحبه وادار می‌کرد. مسئله مهم دیگری که برایم مطرح بود، دوست او دون خوتارو و تأثیر خارق‌العاده اعمالش در من بود. هر بار که به او تماس می‌گرفتم حس می‌کردم به طور عجیب و غریبی آشفته و با خود بیگانه‌ام. وقتی سوالم را مطرح کردم، دونخان خندید و گفت: خوتارو حیرت آور است. در حال حاضر فایده ندارد راجع به او یا اینکه او با تو چه می‌کند حرفی بزنم. ولی باز هم میگویم که تو به اندازه کافی اقتدار شخصی برای حل و فصل و روشن کردن این مسئله را نداری. صبر کن تا آن را به دست آوری، بعد درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. ولی اگر من هیچ وقت آن را به دست نیاوردم چه؟ اگر به دست نیاوری ما هم هرگز درباره‌اش حرف نمیزنیم. با روشی که من پیش میروم میتوانم به اندازه کافی اقتدار شخصی به دست آورم. بستگی به خودت دارد. من همه اطلاعات لازم را به تو دادم. حالا دیگر این وظیفه توست که برای پایین آوردن کفه ترازو به نفع خودت اقتدار شخصی به دست آوری. کنایه‌آمیز صحبت می‌کنی. فرض کنیم هرچه قبلا به من گفته‌ای فراموش کردم. بیا و صریح بگو چه کنم. دونخان لبخندی زد، دراز کشید و دستهایش را زیر سر قرار داد. تو واقعا می‌دانی به چه چیز محتاج هستی؟ به او گفتم که گاهی فکر می‌کنم که می‌دانم، ولی اغلب اعتماد به نفس ندارم. می‌ترسم که تو همه چیز را به هم بریزی. اعتماد به نفس یک سالک یا یک مبارز مثل اعتماد به نفس آدم‌های معمولی نیست. آدم معمولی اطمینان را در چشم دیگران جستجو می‌کند و اسمش را هم اعتماد به نفس می‌گذارد. ولی یک سالک مبارز اعتماد به نفس را از دیدگاه خود می‌بیند و اسمش را فروتنی و تواضع می‌گذارد. شخص معمولی متکی به دیگران است، ولی سالک و مبارز فقط و فقط به خودش متکی است. انگار به دنبال سرابی و به جای اینکه به دنبال تواضع یک سالک باشی، اعتماد به نفس آدم‌های معمولی را جستجو می‌کنی. تفاوت بین این دو بسیار زیاد است. اعتماد به نفس یعنی اینکه آدم چیزی را که کاملا بداند. تواضع یعنی اینکه آدم در پندار، کردار و احساساتش کامل باشد. تا به حال سعی کردم طبق دستورهای تو زندگی کنم. شاید نتوانم، ولی نهایت کوششم را می کنم. این به نظر تو حد کمال نیست؟ نه، تو باید خیلی بیشتر از اینها کوشش کنی. همیشه لازم است که خودت را مجبور کنی از حد و تواناییت فراتر روی. ولی دونخان، این کار دیوانگی است. هیچ کس نمیتواند چنین کاری کند. خیلی چیزها هست که امروز انجام میدهی، ولی 10 سال پیش انجام آنها به نظرت دیوانگی بود. این چیزها خود تغییری نکردند، اما تصور تو از خودت تغییر یافته است. چیزی که قبلا غیر ممکن بود حالا امکان پذیر است. شاید هم فقط زمان لازم است تا موفق شوی خود را کاملا عوض کنی. در این مورد سالک فقط یک راه دارد و آن اینکه با عزم راسخ و بدون هیچ قید و شرط رفتار کند. تو کاملا راه و رسم یک سالک را برای اینکه همان گونه رفتار کنی میدانی، ولی رفتار و عادتهای دیرینه‌ات سد راه تو هستند. فهمیدم چه میگوید. مثلا معتقدی نوشتن یکی از عادتهای دیرین من است که باید عوض شود. دست‌نویس جدیدم را هم باید از بین ببرم؟ جواب نداد. بلند شد و نگاهش را به حاشیه صحرا دوخت. برایش گفتم از آدم‌های مختلف نامه‌هایی به من رسیده است. آنها معتقدند نوشتن درباره آنچه که یاد می‌گیرم اشتباه است. آنها به استادان حکمت باطنی در شرق اشاره کردند که خواستار رازداری مطلق درباره تعلیمات خود می‌باشند.
بدون اینکه به من نگاه کند گفت شاید این استادان تنها از استاد بودنشان احساس رضایت می کنند. من یک استاد نیستم. فقط 1 سال کم و اصلا نمیدانم یک استاد چه احساسی دارد. ببینم دوخان، انگار من حرفهایی زدم که نباید میگفتم. مهم نیست که شخص درباره چه چیزهایی حرف میزند و یا چه مطالبی را برای خود نگه میدارد. هر کار که میکنیم و هرچه هستیم به اقتدار شخصی ما بستگی دارد. اگر به اندازه کافی اقتدار داشته باشیم شاید یک کلمه کافی باشد برای اینکه تمام زندگیمان را عوض کنیم و اگر نه امکان دارد که کامل ترین معرفت و حکمت دنیا بر ما آشکار شود و این کشف و شهود کوچکترین اثری در ما نکند. بعد صدایش را پایین آورد. گویی میخواهد رازی را با من در میان نهد. آنچه را حالا میخواهم به تو بگویم شاید مهمترین بخش از معرفت است که یک انسان میتواند بر زبان آورد تا ببینیم با آنچه میکنیم. میدانی که درست در همین لحظه ابدیت تو را احاطه کرده است و میدانی که اگر دلت بخواهد میتوانی از آن استفاده کنی؟ پس از مکسی طولانی که حس کردم گویا با نگاهش عقیده‌ام را پرسان است گفتم که اصلا نمیفهمم درباره چه صحبت میکند. در حالی که به افق اشاره میکرد گفت آنجا ابدیت آنجاست. بعد اوج آسمان را نشان داد و گفت یا آنجا یا شاید بتوانیم بگوییم ابدیت مثل این است. دستهایش را از هم گشود و شرق و غرب را نشان داد. یکدیگر را نگریستیم. در چشمانش سؤالی بود. پرسید در این باره چه میگویی؟ از من خواست راجع به گفته‌هایش فکر کنم. نمیدانستم چه باید بگویم. ادامه داد میدانی که میتوانی خود را برای همیشه در هر یک از جهاتی که به آن اشاره کردم گسترش دهی؟ میدانی که یک لحظه میتواند ابدیت باشد؟ این معما نیست، حقیقت است، به شرط آنکه تو این لحظه را دریابی و از آن استفاده کنی. میتوانی در هر یک از جهات به خویشتن خویش برسی. خیره شد و لبخند زنان گفت این آگاهی را قبلا نداشتی. حالا داری. من آن را به تو دادم. ولی اصلا فرق نمی کند. چرا که تو اقتدار کافی برای استفاده از ندای مرا نداری. اگر داشتی تنها کلمات من کافی بودند برای اینکه تو به خویشتن خویش برسی و وجودت را از بندی که بدان بسته است برهانی. کنارم آمد و با انگشتانش به پشتم زد. ضربه های آرامی بود. این همان بندها هستند که درباره‌اش حرف میزنم. اگر بخواهیم میتوانیم از دست اینها رها شویم. ما یک احساسیم، یک آگاهی که در اینجا زندانی شده است. با 2 دست به شانه‌ام زد. دفتر و دستکم روی زمین افتادند. پایش را روی دفترم گذاشت و به من خیره شد. بعد خندید. پرسیدم با نوشتنم مخالفتی دارد یا با اطمینان جواب منفی داد و پایش را عقب کشید. در حالی که سرش را موزون و با تناوب تکان میداد گفت ما موجوداتی فروزانیم و برای یک موجود فروزان اقتدار شخصی مهم است. اما اگر از من بپرسی اقتدار شخصی چیست باید به تو بگویم که توضیح من آن را شرح نخواهد داد. دونخان نگاهی به مغرب انداخت و گفت هنوز چند ساعتی از روز مانده است. باید مدت زیادی اینجا بمانیم. پس بهتر است آرام بنشینیم یا صحبت کنیم. تو عادت به سکوت نداری، پس حرف بزنیم. این نقطه محل اقتدار است و قبل از اینکه شب شود بایستی به وجود ما عادت کند. تو باید حتی امکان طبیعی بدون ترس و بیقراری اینجا بنشینی. به نظر میرسد ساده ترین راه برای اینکه استراحت کنی این است که بنویسی. پس هرچه میخواهی بنویس و حالا فرض کن داری از رویاهایت برایم سخن میگویی. تغییر صحبت او غافلگیرم کرد. تقاضایش را تکرار کرد. گفتنی درباره آن زیاد است. به رویا رفتن مستلزم وجود ضبط ویژه‌ای بر خواب‌های آدمی است تا حدی که تجربه‌های به وقوع پیوسته در این خواب‌ها و آنچه که در ساعت‌های بیداری حاصل می‌شود از نظر کاربرد هر دو ارزشی یکسان داشته باشند. ساحران مدعی‌اند که تحت نفوذ رویا دیدن
معیارهای عادی تشخیص رویا از واقعیت بی‌اثر می‌شوند. رویا دیدن برای دونخان کاری بود مبتنی بر یافتن دست‌ها در رویا. به زبان دیگر یعنی اینکه انسان عمدن دست‌ها را در رویا جستجو و پیدا کند. برای این کار نیز کافی بود که دست‌ها را تا حد چشم‌ها بالا آورد و نگاه را به آنها دوخت. پس از سالها کوشش سرانجام من هم این مشکل را انجام دادم. در واقع با نگریستن به گذشته میتوانم بگویم هنگامی که این امر برایم آشکار شده بود که توانسته بودم تا اندازه‌ای دنیای روزمره‌ام را تحت کنترل درآورم. دونخان نکته‌هایی را پرسید که مهم می‌نمود. من در جواب گفتم اغلب اوقات برایم بی‌نهایت مشکل بود تا خودم را وادار سازم که به دست‌هایم نگاه کنم. البته او قبلا به من هشدار داده بود که اولین قدم برای آمادگی که او آن را تدارک به رویا رفتن مینامید نمایانگر بازی مرگاوری است که در آن بازی ذهن با وجود به مبارزه برمیخیزد. قسمتی از وجود نیز برای جلوگیری از به رویا رفتن از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد. دونخان گفته بود که حتی ممکن است سرانجام این مبارزه به مالیخولیا و افسردگی انتحارآمیز منتهی شود. ولی تا این حد نرسید. تجربه من بیشتر جنبه مسخره داشت. نتایج آن نیز بیهوده بود. هر بار که در رویا می‌خواستم به دست‌هایم نگاه کنم، پیشامدی غیرعادی رخ می‌داد. مثلا شروع به پرواز می‌کردم یا رویایم به کابوسی بدل می‌شد. یا اینکه رویا تبدیل به لذت و هیجان جسمی دلپذیری می‌گردید. در یک چنین رویایی هر آنچه که مربوط به لذت، شادی و نشاط بود به درجه بیش از حد معمول و متعارف می‌رسید و به همین جهت به غایت دلربا می‌نمود. چون هر بار وضعیت جدیدی در رویا پیش می‌آمد. من نیز هدف اصلی را که توجه به دست‌ها بود فراموش می‌کردم. یک شب به طور غیرمنتظره دست‌هایم را در رویا یافتم. خواب دیدم که در خیابانی ناشناس در شهر بیگانه راه می‌روم. ناگهان دست‌هایم را بلند کردم و جلوی چشمانم گرفتم. گویی چیزی در درونم تسلیم شد و به من اجازه داد به پشت آنها بنگرم. بنابر آموزش‌های دونخان باید به محض اینکه تصویر دست‌هایم شروع به محو شدن می‌کردند یا عوض می‌شدند، نگاهم را به نقطه دیگری معطوف کنم. به چیزهای دیگری که در رویایم هستند. در این رویای خاص نگاهم را به ساختمانی در آخر خیابان دوختم و زمانی که تصویر شروع به محو شدن کرد نگاهم را به چیزهای دیگری در اطرافم متمرکز کردم. نتیجه نهایی تصویری به غایت باور نکردنی و واضح از خیابانی متروک در شهری ناشناس بود. دونخان گذاشت ادامه دهم و از تجربه‌های دیگرم در رویاهای دیگری حرف بزنم. مدت مدیدی صحبت کردیم. وقتی حرفهایم به آخر رسید بلند شد و به میان بوته‌ها رفت. عصبی بودم و این احساسی نگران کننده بود. در حالی که چیزی ترس‌آور و نگران کننده‌ای وجود نداشت. دونخان پس از مدت کوتاهی بازگشت و متوجه هیجان من شد. بازویم را به نرمی گرفت و گفت آرام باش. مرا نشاند. دفتر یادداشتم را روی زانویم گذاشت و مرا تشویق به نوشتن کرد. عقیده داشت که من نباید با احساسات بی‌موردی مثل ترس و تردید آرامش مکان اقتدار را برهم زنم. چرا اینقدر عصبی هستم؟ طبیعی است، زیرا در هنگام رویا ساختن در درون تو فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد که با آنچه در ذهن تو است به مبارزه برمی‌خیزد. وقتی که به این مبارزه توجه نکنی حالت خوب است، اما الان که از کردارت حرف زدی دچار چنین وضعی شدی. هر سالکی روشی خاص برای رویا ساختن دارد. این روش‌ها مختلف هستند، اما تنها نقطه اشتراک ما حقه‌هایی است که به خود می‌زنیم تا از زیر بار این کار شانه خالی کنیم. چاره‌ام این است که با وجود تمام موانع و ناامیدی‌ها با استقامت به این کار ادامه دهیم. بعد از من پرسید که آیا قادر به انتخاب موضوع برای رویا دیدن هستم؟ به او گفتم کوچکترین اطلاعی از چگونگی انجام این کار ندارم. گفت توضیح ساحران در مورد انتخاب موضوع رویا این است که یک سالک باید
مناظره درونی خود را متوقف کند و تصویری را که می‌خواهد ببیند در ضمیر خود جلوی چشمانش نگه دارد. به زبان دیگر، اگر او بتواند از حرف زدن با خود چشم‌پوشی کند و تصویر یا فکر آن چیزی را که می‌خواهد در رویا ببیند حتی برای لحظه‌ای در ذهنش نگه دارد، همان تصویر ظاهر می‌شود. من مطمئنم تو این کار را کرده‌ای، حتی اگر این عمل آگاهانه نبوده باشد. پس از مکسی طولانی نورخان نفس عمیقی کشید، مثل اینکه بینی خود را پاک می‌کرد. 3 یا 4 بار به تندی و با سر و صدا با بینیش نفس کشید و هوا را بلعید، در حالی که عضلات منقبض شده شکمش را کنترل می‌کرد. دیگر بیش از این راجع به رویا دیدن حرف نمی‌زنیم. ممکن است عقده‌ای شوید. اگر قرار است کسی در کاری کامیاب شود، بهتر است که این موفقیت آهسته آهسته و با کوشش به دست آید، نه با ناراحتی و پریشانی. بلند شد و به کنار بوته‌ها رفت. خم شد و دستش را در آنها فرو برد. به نظر می رسید بدون آنکه به آنها نزدیک شود چیزی را بررسی می کند. در حالی که قادر نبودم جلوی کنجکاویم را بگیرم پرسیدم: چه می کنی؟ به طرفم برگشت، لبخندی زد و ابروانش را بالا برد. در حالی که دوباره می نشست گفت: این بوته‌ها پر از چیزهای عجیب و غریب هستند. این جمله را چنان با صدای غیر مترقبه‌ای گفت که مرا ترساند، مثل اینکه ناگهان جیغی کشیده باشد. دفتر یادداشت و مداد از دستم افتاد. خندید و ضمن اینکه ادایم را در می‌آورد گفت: این عکس‌العمل‌های مبالغه‌آمیز یکی از همان بلا تکلیفی‌هایی است که هنوز در زندگی تو وجود دارد. خواستم جوابش را بدهم، اما مهلت نداد و گفت: تا غروب چیزی نمانده است. مسائل دیگری هم وجود دارد که باید درباره آنها صحبت کنیم. بعد اضافه کرد که به خاطر پیشرفتی که در رویا دیدن داشتم باید یاد گرفته باشم تا به دلخواه مناظره درونیم را متوقف کنم. به او گفتم که کردم. در اوایل آشناییمان نورخان روش دیگری را برایم شرح داده بود. بدین ترتیب که باید بدون اینکه نگاهم را روی چیز به خصوصی متمرکز کنم در مسیری طولانی راه بروم و مستقیما به چیزی نگاه نکنم. چشمها را کمی چپ کنم تا از آنچه که به خودی خود در زاویه دید قرار میگیرد تصویری وسیع‌تر داشته باشم. گرچه آن موقع من نفهمیدم، اما او اصرار داشت اگر بدون تمرکز به نقطه‌ای در نزدیکی افق نظر بیاندازیم، مشاهده تمام چیزهایی که در میدان دید قرار دارد در یک آن امکان پذیر می‌گردد. به من نیز اطمینان خاطر داده بود که این کار تنها راه متوقف کردن مناظره درونی است. مکررا نیز از پیشرفت‌هایم در این زمینه پرسید و پس از چندی دیگر سوال نکرد. بدون خام گفتم سالها این عمل را بدون اینکه تغییری در آن ببینم تمرین کرده‌ام. به هر حال منتظر تغییر و تحولی نیز نبودم، ولی یک روز در کمال تعجب دریافتم که حدود 10 دقیقه است راه می‌روم بدون اینکه کلمه‌ای به خود گفته باشم. در آن حالت آگاه شدم که متوقف کردن مناظره درونی مستلزم چیزی بیش از تنها با خود حرف نزدن است. در آن موقعیت افکارم را از دست داده بودم و عملاً حس می‌کردم که در خلأ غوطه‌ورم. از این آگاهی وحشت عجیبی به من دست داده بود و چاره‌اش این بود که دیگر بار به خودم بازگردم و با خودم حرف بزنم. به تو گفتم که پایه و اساس وجودمان بر گفتگوی درونی ما استوار است. دنیا اینطور یا آنطور خلق شده است، تنها برای اینکه ما با خود راجع به هستی آن اینطور یا آنطور فکر می‌کنیم و حرف می‌زنیم. نورخان توضیح داد که پس از اینکه 1 سالک یاد گرفت چگونه مناظره درونی خود را متوقف کند، راه عالم ساحران بر وی باز می‌شود. با این توجه که تغییر کردن تصور ما نسبت به جهان موضوع اساسی ساحری است و تنها راه رسیدن به این هدف متوقف کردن مناظره درونی است، بقیه حرف مفت است. تو الان در موقعیتی هستی که می‌توانی بفهمی هیچ چیز از آنچه دیده یا شنیده‌ای جز با متوقف کردن مناظره درونی به خودی خود در تو یا در تصوری که تو از دنیا داری عوض نمی‌شود.
البته مشروط بر اینکه نظام این تغییر برهم نخورد. حالا میفهمید چرا یک معلم شاگردش را به سختی تنبیه نمی‌کند، چون چنین رفتاری شاگرد را عقده‌ای و بیمارگونه بار می‌آورد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده تا حتی فصل اول رو تمام کنم. این کتاب بسیار زیباست. کتاب‌های آقای کاستاندو به شدت جنبه معرفتی و عرفانی داره. اگر از این کتاب‌ها خوشتون میاد و اگر به حوزه متافیزیک علاقه دارید، حتما این کتاب‌ها رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.